آقا دیروز یه نفر اومده دفترم میگه من فکر میکنم کسخلم، درس خوندنم مثلا بازدهی نداره، انگار الکی دارم درس میخونم، هیچ چی یادم نمیمونه. میخوام به شما یک هرم یادگیری رو توضیح بدم الان. این هرم میگه وقتی شما میشینی خونه خودت کتابو باز میکنی میخونی فقط 10% یاد میگیری، ولی وقتی یه نفر مثل معلمت به توضیح میده یادگیریت میشه 20%، چون هم داری میشنوی اون مطلب و هم چیزایی که پای تخته مینویسه رو میبینی. حالا اگه همون معلم بیاد تا تصویرسازی بهت یاد بده یادگیریت میشه 30%. مثلا این جمله رو نگاه کن: انتقال گرما در فلزات سریعتر از چوب اتفاق میفته. به جای اینکه این جمله رو بهت بگن بیان تصویرسازی کنن، مثلا میگن اگه قاشق فلزی رو بندازید توی چای داغ دستش که بیرونه سریع داغ میشه، ولی قاشق چوبی رو بندازی داغ نمیشه. پس اگه اینطوری با تصویرسازی یاد بگیری یادگیریت بیشتر میشه. بعدی بحث بروئیه که یادگیریت میشه 50%. یعنی مثلا تو یه سوال ریاضی بلد نیستی، از دوستت میپرسی برات حل میکنه، بعد یکی دیگه از دوستات میاد با یه روش دیگه حل میکنه همون سوالو، یا خودت هم آخر به ذهنت میاد از یه روش دیگه حل میکنی. پس این تعامل باعث میشه یادگیریت بشه 50%. کسخل با یه دوستت هم تعامل کن که مثل خودت درس خون باشه، نری از اینکه میپرسی جدول ضرب بلد نباشه. بعدی مرور فعاله. مثلا شما یه مطلب رو خوندی، بعد چشماتو میبندی، هر چی که بلدی رو مرور میکنی تو ذهنت بدون اینکه به کتاب نگاه کنی. این باعث میشه چیزایی که بلدی تثبیت بشه و یادگیریت بره بالای 70%. و در آخرم آموزش، اگه مطلب رو بشینی به یه نفر یاد بدی یادگیریت میره بالای 90%. پس از این به بعد هر چی که یاد گرفتید و فرداش برید مدرسه به دوستاتون یاد بدین، حتما اونطوری کامل یاد میگیریدش.